دوستان سلام، شهرام عظیمی هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. خب امروز یه شوتینگ براتون در نظر گرفتم تو فضای باز، کانسپت تابستونی با یک فیتنس مدل که میخوایم شوتینگی داشته باشیم که فضای تابستونی داشته باشه با بیکینی. امروز سعی دارم که با نور آفتاب یا حتی خلاف نور عکاسی رو انجام بدم و امیدوارم که خوشتون بیاد. در ادامه نگاه میکنید، سعی میکنم که براتون یه توضیحاتی هم بدم. با دوربین نیکون 810 که دوربین خودم هست عکاسی امروز رو میکنم، با یه مدل خیلی خوشگل که فیتنس مدل هست تو آلمان و لنزی که استفاده میکنم لنز 2470 خود نیکونه. لنز خیلی خوبیه، باهاش عکسای با کیفیتی میشه گرفت. امروز میتونستم از دیفیوزرم یا رفلکتورم استفاده کنم اگر میخواستم خلاف نور عکس بگیرم، ولی واقعا چون کمک نداشتم و پایه‌ای هم برای دیفیوزر همراهم نبود نمیتونستم این کار کنم، ولی فکر میکنم بدون رفلکتور هم عکسای خوبی گرفتم. در ادامه میبینید. شوتینگ امروز تموم شد در یک لوکیشن و فضای تابستونی با یک مدل خوب. من خیلی راضی بودم، امیدوارم شما هم از عکس‌ها راضی باشین. اگر از ویدیو راضی بودید ممنون میشم اگه منو حمایت کنید. با لایک ها و کامنت هاتون این ویدیو بیشتر دیده میشه و من میتونم ویدیوهای بهتری و با موضوعات متنوع‌تری براتون ویدیو بذارم. اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست لطفاً برای من تو کامنت بنویسین تا من راجع به اون موضوع ویدیو بسازم. مرسی که تا اینجا برنامه منو نگاه کردید.